تو میپرسی ماه رمضان چیه؟ میگه یاد فقرا. سر سفره افطارم حال فقرا رو درک میکنه. ذکر قبل اذان رو دارن میگن، میگه اذان شروع میکنه. حالا احسان علی خانی هم تو ماه عسل 4 تا بغض کرده، دلش ضعف رفته. سفره افطارش هم ساده است، فقط 20 مدل آش حلیب و شله زرد. انقدر میخوره ورم میکنه، عین اون پاندای کنفوکار ولو میشه بغل سفره. میگه این کولا رو زیادش کنین. 2 تا سریال فوق العاده جذاب ماه رمضانی هم نگاه میکنه. این ورمه میخوامه، شام میاد، شیرینی میاد. تو ایام عادی سال انقدر حرص خوردن نداره که تو ماه رمضان داره. یکی نصف شب بخوابین میره تو اینستاگرام، میاد بیرون میگه که سحریه. سحری میخوره، یهو دیگه چشاش ریگی میره. تو دل تابستون میره تو خواب زمستونی، تا 5 بعد از ظهر میخوابه. یه چیز شنیده که ماه رمضان خوابم عبادته. بعدم بیدار میشه واسه ماه عسل احسان و افطار. قبول باشه دوست عزیز. لابلای خور و پفات مارم دعا کن. عاشقتم.